سلام تماشابینان عزیز. خلاصه خبرهای مهم شنبه 26 ایون تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه و سرخط خبری مهم روز در این برنامه. کارپرتوی اعتراضی کارگران کان طلای شرکت خطایی در ناحیه عینی. نیروهای تاجیکستان در مرز با افغانستان به رژیم مخصوص گذاشتند. به امانتگزاران تاجیک صادرات بانک و اگراینویست بانک باید 215 میلیون سومانی جبران پرداخت کنند. مصادره 4 کیلو قروت یک مسافر تاجیک در فرودگاه ولگگراد. 21 حالت نو آلوده شوی به کرونا ویروس در تاجیکستان. برندگان جایزه های عینی و ترسونزاده اعلام شدند. کتاب شاعر تاجیک بختیار امینی در اوکراین نشر شد. 3 در بسته در خیابان رودکی پایتخت. بازداشت یک جوان از راحتی برای لطکوب یک مرد سالخورده در دوشنبه. و اکنون تفصیلات خبرها. کارگران محلی کان طلای شرکت خطایی تبعه در منطقه قمرغ بالا در کوهستان ناحیه عینی به نشان اعتراض به صفت غذایی که به آنها در جای کار میدهند کارپرتویی کردند. و گفته کارگران کان طلای قمرغ بالا در بلنکو قرار دارد و آنها به دلیل اقلیم سخت بلنکو و سخت بودن کار در کان به خوردنی های پرغذا نیاز دارند. روز جمعه 25 ایون کارگران تاجیک این کان طلا خوراکی را که به آنها وقت پیشین داده بودند به نشان اعتراض به زمین ریختند. کارگران به رادیو آزادی با ارسال یک ویدیو خبر دادند که مسئولان شرکت خطایی به آنها وعده دادند که به مشکلیشان در مسئله تأمین غذا رسیدگی خواهند کرد. از حکومت ناحیه عینی نیز به گفته این کارگران 2 نماینده برای بررسی شکایت آنها به قمرغ بالا آمده و با کارگران ناراضی صحبت کردند. حکومت تاجیکستان 2 سال پیش حق استخراج طلا از 2 کان دوآبه شرقی و قمرغ بالا را در عوض بنیاد مرکز دائم گرمدهی دوشنبه به شرکت خطایی تبعه داد. حالا اکثر کانهای طلا و دیگر فلزات گرانبهای تاجیکستان در دست شرکت‌های خطایی قرار دارد. خطای بزرگترین سرمایه گذار به اقتصاد تاجیکستان به شمار می رود و قریب 1.4 میلیارد از زیر 3 میلیارد دلار قرض تاجیکستان قرض‌های خطایی است. مقامات تاجیکستان جلب قرض و سرمایه‌های خطایی را برای رشد کشور مهم می‌شمارند و می‌گویند به فرق از دولت‌های غرب و سازمان‌های بین المللی مالیوی پکین در عوض قرض‌هایش شرط‌های زیاد نمی‌گذارد، ولی صاحب نظران تاجیک قرض‌های خطایی را قرض‌های استعماری مینامند و میگویند اگر رفت و فرد و دوشنبه این قرض‌ها را برگرداندن نتواند مجبور می‌شود که هر شرط پکین را بپذیرد و استقلالش را از دست دهد. نیروهای مسلح تاجیکستان که در مرز با افغانستان ایفای خدمت می‌کنند به رژیم مخصوص گذاشتند. سردار خدمات مطبوعات وزارت دفاع تاجیکستان پالکوونیک فریدون محمدعلیزاده گفت سخن درباره نیروهای می رود که در خط دوم حمایت از مرز تاجیکستان با افغانستان قرار دارند. سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان گفت این نیروها در صورت باز هم شدیدتر شدن وضع در افغانستان می توانند به کمک مرزبانها برسند. انتقال نیروها و تکنیک علاوگی در این روزها صورت نگرفته است و در نقشه هم نیست، چون که وضع ناآرام افغانستان کایها باز ما را مجبور کرده بود که تا قسم‌های نظامی مستقر در خط دوم حمایت مرز را تقویت بخشیم. گفته است محمدعلیزاده. تاجیکستان با افغانستان 1370 کیلومتر مرز مستقیم دارد که روی مجرای امودریا و پنج می‌گذرد. حمایت این مرز به دلیل ریلیف مرکب کوهستانیش خیلی مشکل است. یادآور می‌شویم در چند روز اخیر جنگجویان حرکت طالبان حدود 60 ولسوالی را در گوشه‌های گوناگون افغانستان از جمله 8 ولسوالی و 2 گذرگاه را در مرز با تاجیکستان اشغال کردند. جنگجویان طالبان از جمله روز 21 ایون گذرگاه شیرخان بندر بزرگترین گذرگاه در مرز افغانستان با تاجیکستان را به دست آوردند و 134 تن از نظامی‌های افغان با سلاح‌های خود توسط گذرگاه پنج پایان به تاجیکستان فرار کردند. قشون‌های سرحدی تاجیکستان گفتند که به دلایل گومانیتاری جانب تاجیکستان آنها را راه داد. در پس منظر این رویدادهای اضطراب‌آور پرزیدنت امریکا جو بایدن روز 25 ایون در واشنگتن در کاخ سفید
با پرزیدنت افغانستان اشرف غنی و رئیس شورای عالی صلح این کشور دکتر عبدالله ملاقات کرد. بایدن به غنی وعده داد که پشتیبانی امریکا از افغانستان با خروج نیروها تمام نمی شود بلکه ادامه خواهد یافت. هنوز معلوم نیست که این پشتیبانی در چه شکل ادامه خواهد کرد. آیا امریکا و متحدانش پیش روی ادامه پیشرفت‌های جنگجویان حرکت طالبان را که در پیشروی خروج نیروهای ائتلاف حلقه خود را در اطراف کابل پایتخت افغانستان تا رفت تنگتر و تنگتر میکنند خواهند گرفت یا نه؟ خزینه سقراطی پسندازهای شخصان واقعی خبر داد که پرداخت جبران پولی به پسندازداران تشکیلات قرضی برهم داده شده تاجیک صادرات بانک از 23 ایون آغاز یافته است. این پرداخت‌ها توسط سراداره و 23 فیلیال اوریون بانک که به حیث بانک اگنتی انتخاب شده است عملی کرده می شود. پسندازداران حقوق دارند در دوام تا 1 سال برای گرفتن جبران پولی سقراطی به بانک اگنت مراجعت نمایند. خزینه سقراطی پسندازهای شخصان واقعی همچنین خبر داد که برای پرداخت جبران پولی به امانتگزاران اگراینویست بانک به صفت بانک اگنت امانت بانک انتخاب شده است، ولی با گزارش خزینه سقراطی به سبب زیاد بودن شماره مشتریانش صحنه شروع پرداخت جبران به امانتگزاران اگراینویست بانک هنوز اعلان نشده است. خزینه سقراطی پسندازهای شخصان واقعی گفت در عموم باید به امانتگزاران اگراینویست بانک و تاجیک صادرات بانک 215 میلیون سومانی جبران پولی پرداخت کند. این بزرگترین پرداخت جبران در تاریخ بانک‌های تاجیکستان به شمار می رود، ولی خزینه همه را اطمینان خاطر داد که توان پرداخت این مبلغ بزرگ را دارد و آن سر وقت به حساب‌های دو بانک اگنت گذرانیده خواهد شد. یادآور می‌شویم بانک ملی تاجیکستان اجازتنامه‌های دو بانک بحران زده تاجیک صادرات بانک و اگراینویست بانک را بازخواند. بانک ملی گفت تاجیک صادرات بانک و اگراینویست بانک با وجود کمک‌های مالیوی حکومت نتوانستند وضع مالیوی خود را بهتر کنند. حکومت تاجیکستان برای نجات دو بانک دیگر گرفتار بحران تاجیک صادرات بانک و اگراینویست بانک 3 میلیارد سومانی جدا کرد که با قرب آن زمان قریب نیم میلیارد دلار را تشکیل میداد و بزرگترین کمک دولت به مؤسسه‌های بحران زده در تاریخ نوین تاجیکستان شمرده می شود. ولی بانک ملی با گذشت 4 سال با اظهار تأسف گفت که این کمک بزرگ برای نجات این دو بانک فایده نکرد. بانک ملی گفت یک قسم پسندازهای 6000 امانتگزار تاجیک صادرات بانک و تقریباً 28000 مشتری اگراینویست بانک از حساب خزینه سقراطی پسندازهای شخصان واقعی پرداخت خواهد شد. خزینه سقراطی پسندازهای شخصان واقعی به دنبال خبر داد که از حساب خزینه مبلغ پسندازهای شخصان واقعی با پول ملی تنها به مبلغ تا 30000 و با اسعار خارجی تا 21000 سومانی را پرداخت خواهند کرد. اداره روسلخوزنتزور خبر داد که کارمندانش در فرودگاه گمرک شهر ولگاگراد از یک مسافری که از تاجیکستان آمده بود 4 کیلو قروت را مصادره کردند. بنا این گزارش شهروند تاجیکستان این مقدار قروت را میخواست در باغاژ دستیش وارد روسیه کند، ولی یگان حجت سانیتاری برای این قروت نداشت. همه این 4 کیلو قروت بی‌حجت مصادره و نابود کرده شد. گفته می شود در اطلاعیه اداره روسلخوزنتزور قروت یک نوع محصولات خشک است که از شکر با علاوه نمک تیار کرده می شود و در آسیای مرکزی خیلی معروف است. روسلخوزنتزور چند سال باز از خارج به روسیه آوردن بسیاری از نوع‌های محصولات غذایی و رستنی را محدود کرده است. این محدودیت ها بعد خروج کرونا ویروس بیشتر کرده شد. این اداره در اول ماه ایون خبر داد که در فرودگاه شهر ولگاگراد از بار و باغاج مسافرانی که از تاجیکستان می آمدند 75 کیلو محصولات خوراکه را به دلیل نداشتن سندهای لازمی مصادره کرده است. رسانه‌های محلی خبر دادند که تنها از یک مسافر تاجیکستان 13 کیلو محصولات خوراکواری با شمول گوشت گاو، قروت و چکه و جرغات مصادره کردند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که در یک شبانه روز آخر در کشور باز 21 حالت نو آلوده شوی به کرونا ویروس آشکار شده. 7 نفر در یک روز آخر از این بیماری
شفا یافتند. بنا به آمار رسمی وزارت تندرستی از اول در تاجیکستان 13392 حالت گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده. از این شماره 13243 نفر شفا یافته، 90 نفر جان باختند و 59 نفر فعلا تحت طبابت قرار دارند. وزارت تندرستی از اول سال 2021 در طول قریب 6 ماه پایفشاری میکرد که در تاجیکستان یگان حالت نوی آلوده شوی به کرونا ویروس آشکار کرده نشده است. این وزارت میگفت آنهایی که گویا با گمان کرونا ویروس بستری شدند در اصل به علت استعمال یخماس و آب خنک گرفتار بیماری های راه‌های نفس به مثل التهاب شش یا زکام شدند، نه کرونا ویروس. تنها 21 ایون ستاد جمهوری مبارزه با کرونا ویروس رسما تصدیق کرد که در حقیقت در مؤسسه های تندرستی مملکت حالت های گرفتار شدن به بیماری سرطانی کرونا ویروس به قید گرفته شدند. از 21 ایون به این طرف وزارت تندرستی تاجیکستان درباره 84 مورد نو گرفتاری به کرونا ویروس خبر داد. از این شماره 25 نفر در بین همگی 4 روز گویا شفا یافتند. کارمندان ریاست حالتهای فوق‌العاده شهر دوشنبه روز 24 ایون با دعوت ساکنان پایتخت 3 در بسته را باز نمودند. یکی از این درها در خیابان رودکی نویه اسماعیل سامونی بود که صاحب خانه فرزند 3 ساله خود را تنها گذاشته بود. از حادثه نیم شب ساعت 00:24 خبر کردند و 4 کارمند ریاست به سراغ سفربر شدند. آنها در را با استفاده از تجهیزات مخصوص باز کرده فرزند 3 ساله را سلامت به مادرش رسانیدند. 2 در دیگر را نیز با دعوت صاحبان خانه در خیابان رودکی 124 و رودکی 118 باز کردند و مشکل ساکنان را آسان نمودند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از ساکنان خواسته است احتیاطکار باشند و وقتی بیرون شدند از در اول کلید را با خود گیرند، به خصوص اگر طفلانشان در خانه تنها باشند بیشتر احتیاطکار باشند. اصلا شبانگاهان در خانه تنها ماندن کودکان مصلحت نیست. نویسندگان قادر رستم و عبدالغفار عبدالجبار، ادبیاتشناس مرتضی زین‌الدینوف، شاعران عبدالجبار سروش، خیراندیش و طالب لقمان، منعقد نورالدین صبوری، برندگان جایزه ادبی اتفاق نویسندگان تاجیکستان به نام صدرالدین عینی و میرزا ترسونزاده گردیدند. در این باره از اتفاق نویسندگان تاجیکستان خبر دادند. گفته می شود که نویسنده قادر رستم برای ترجمه رمان بازگشت به پنجرود نویسنده روس اندری ولوس، عبدالغفار عبدالجبار برای ترجمه رمان 100 سال تنهایی گابریلا گارسیا مارکس، مرتضی زین‌الدین زاده برای سلسله مقاله‌هایش دایر به ادبیات معاصر برنده جایزه ادبی به نام صدرالدین عینی گردیدند. شاعر خیراندیش برای دیوان غزلیات همیشه بهار، عبدالجبار سروش و طالب لقمان برای سلسله اشعار و منعقد نورالدین صبوری برای سلسله مقاله‌هایش دایر به نقد شعر معاصر سزاوار جایزه ادبی به نام میرزا ترسونزاده شدند. با این 2 جایزه اتفاق نویسندگان ناصران دولتشاه طاهری و سپهر ابو عبدالله حسنزاد نیز پیشبری شده بودند که ناکام گردیدند. این 2 جایزه ادبی سال 1989 تأسیس یافته در 2 سال 1 مرتبه به ادیبان داده می شود. نشریات براگوی شهر کیف پایتخت اوکراین کتاب اشعار شاعر تاجیک بختیار امینی را با نام в каждой точке многоточие هر نقطه 3 نقطه های دارد از چاپ برآورد. در این باره خود بختیار امینی در فیسبوک خبر داد و گفت این کتاب را به روح عمکش بهمنیار می بخشد. بهمنیار ادیب معروف تاجیک ماه نوامبر سال 2020 در سن 66 از عالم چشم پوشید. در کتاب هر نقطه 3 نقطه های دارد شعرهای در ژانر هایکو نوشته بختیار امینی گردآوری شدند. هایکو یک نوع شعر ژاپنی است که همگی از 3 مصرع عبارت است و از مؤلف تقاضا میکند که در این قالب تنگ و محدود که هر کلمه بلکه حتی هر حرف به حساب است همه فکر خود را بیان کند. بختیار امینی یکی از هایکو سرایان شناخته تاجیک بوده. هایکوهایش در چندین آزمون برنده شدند. او از سال 2012 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و همچنین عضو انجمن هایکو سرایان ژاپنیا، امریکا و بریتانیا می باشد. در اول سال 2021 کتاب اشعار بختیار امینی با نام کایرینگ سانرایز در امریکا در نشریات ولوت دسک پابلیشینگ
به زبان انگلیسی چاپ شده بود. بختیار امینی 31 مارس سال 1975 در دهه مرغدره نویه پنجکین به دنیا آمده. سال 1997 دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان را ختم کرده است. بختیار امینی در برابر شاعری صاحبکاری نیز میکند و سالهای 2009 در مسکو رهبری شرکت آلفا را به عهده داشت. او بعد بازگشت به تاجیکستان سالهای 2009-2012 رهبری شرکت سولار و سپس چاپخانه مطبوعات پرس را بر دوش داشت. شاعر در دوشنبه همچنین طربخانه شکرانه را تأسیس داده بود که به یک مکان عمده تجمع اهل ادب تبدیل یافته بود. بختیار امینی از سال 2016 در آلمان زندگی میکند. یک جوان 20 ساله ساکن جماعت راحتی نویه رودکی با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی دستگیر کرده شد. وزارت کارهای داخله خبر داد که به شعبه وزارت کارهای داخله یکی در نویه فردوسی با عریضه یک مرد 46 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نمود. شکایت کرده است که صبح 25 ایون سال 2021 تخمینا ساعت 09:30 دقیقه در کوچه بوربا 48 شخص نامعلوم برادرش مرد 58 ساله ساکن کوچه بورباد را به یگان اساس لطکوب نموده سپس از جای حادثه غیب شده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا ساکن جوان جماعت راحتی دستگیر شد. تفتیش این حادثه ادامه دارد. اگر آسیب به مرد سالخورده رسانیده این جوان همچون آسیب وزنین به سلامتی ارزیابی شود به دستگیر شده بر اساس ماده 110 کودکس جنایتی تاجیکستان از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. تماشابینان عزیز، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم روز 26 ایون تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان را در سامانه پایگاه خبری بامداد پیگیری نمایید. خوش باشید.